سلام دوستان عزیز، امیدوارم که در هر گوشه دنیا باشین خوش و خندان باشین. امروز یک دانه زمین چریبی 1.5 چریب زمین هست واقع در کارت چهارم. اینم سرک که معلوم میشه. ستونای برق دیدین، نمره 4 از سرک عمومی و اینمی سرکش است. یک سرک از پایینش تیر میشه، یک کوچه دیگه از اینجا من دقلش و 1.5 چریب زمین تا حد نظمی باغ را. یک سرک عمومی از بالش تیر شده. نمره 4 از سرک کارت چهارم پایین. این هم یک کوچه عمومی. این هم یک سرک دیگهش. خوب زمین خوب، جای خوب برای کسی که سرمایه گذاری کنه و خانه جور کنه. فی بیسوه $270,000 افغانی که میشه متر 2700 افغانی. هر چقدر لازم داشته باشین، 2 بیسوه، 1.5 بیسوه، 3 بیسوه، هر چقدر کار داشته باشید میتونید از همینجا خریداری کنید و شماره تماس ما در دسکریپشن موجود می باشد و میتونید شماره واتساپ و تماس در دسکریپشن میمانیم، میتوانید تماس بگیرید و فراموشتان نشود لایک سابسکرایب حتما فراموشتان نشود. تشکر از شما. الله یارتان، خدا نگهدارتان.